خب بچه ها وسایل رو خریدیم. یه دونه 3 تا سوسیس خریدیم به قیمت 3000 تومان. یه دونه پنیر پیتزا خریدیم به قیمت 3000 تومان و یه دونه رفتیم خرمین رو گرفتیم 2000 تومان و قارچ گرفتیم به قیمت 40000. دو تا سس هم داشتیم و اینکه بریم واسه درست کردن پیتزا. خب بچه ها الان داریم درستش داریم میکنم. فکر کنم خمیر بتونید ببینید و اینکه نونوایی دارم درست دارم میکنم تا این چسبونه کهش بره و پیتزای خوشمزه که فکر کنم بعد اگه این ویدیو آپلود شد ما یعنی اگه این ویدیو آپلود شد که ما زنده ایم، ولی اگه نشه بدون بیمارستان بیان ملاقات، چون مطمئنم بعد این دیگه ما خونه نمیشه. اولین بار پیتزا درست. خب بچه ها الان میداریم داخل این به کمک فیلم بردار پیتزا رو درست کنیم. خب واسه خب دستو بیار که دستو بیار. اصلا آرد بزنیم. علی خیلی پیتزا خوبی درست بود. ببین هیچ کی مثل من درست نمیکنه. خب بچه این نونمون تا اینجا رسیده و اینکه اول خب آقای فیلم بدر کجا رو باید درست کنیم؟ کجا باید درست کنیم؟ نه چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ سسو بیار. الان قارچ میاد. سسو بیار. خب ما چرا باز بریم سسو باز کنه بیاد. خب بچه اول اینجا سس همه جا میریزیم. اونو دیگه نمیخواد، یه دونه بس. یه دونه بسته. خب آروم دار. همه جا اومدیم. بچه ها پیتزا کشته شد. خب دیگه باید چیکار کنیم؟ یکم پنیر پیتزا بریز. یکم پنیر پیتزا می‌ریزم. بس خیلی آسای داری این برای بریزیم. اوه خیلی دیگه زیاد. حله. خب الان سوسیس رو باز کنم. سوسیس رو آفرین. اجازه میدی من برم از اونم دستام بشورم؟ گرفتی. خب بچه ها بریم واسه خورد کردن پیتزا. اصلا توپا پشت توپا. خب سوسیس چند درصده؟ نمیدونی. این که من دارم میبینم 20%. خب رنده کن. خب این بر یا اون بر؟ رندم نمیدونی. این بر باشی با چه کسی میخواد؟ آها آفرین. همه جای قشنگ پخش کن. نریزی پایین. خب میخوای کمک کنم؟ نه داشت. نمایی از اولیه پیتزا. فلفل نبین چه ریزه. بشین حالا بعدش درست میکنه میخوری ببین چقدر خوبه. کو درست کردم. عجب رنده خورد. بچه هم واسه رنده کردن زخ. ها؟ هیچ. باید بچه ها برید. خب اوکی. خب حالا همون یه ذره بریز. نه اون رنده کن. اصلا یعنی واسه بذارم اون بر. خب اصلا همه دارن تیکه داره میشه. خب بچه ها تا اینجا که داری میبینین حمایت کنین، لایک کنین، ساب کنین. خب بچه ها نوبت به چیه؟ قارچ.
قارچ رو چیکار میکنی؟ سراخ نه میاریم اینجا چاقو اینجا پیداش خیلی خط قرمز ماه. خب بیایم اینجا یه دونه سبد خیلی کوچولو برمی‌داریم. اینا رو چند تا 3 تا. خب 3 تا برمی‌داریم. نمیدونم مثلا این 3 تا رو برمی‌داریم. چطوری باید بشه ما بفهمده دستمون قارچی نشه آقا. بشور مزه نریز بشور. خوب است؟ آره بایستا خوبه اون خود قارچ. خب بچه‌ها این آقای فیلمبردار رئیسه بود ولی من می‌خواستم اینا رو ما درست کردیم ولی آقای فیلمبردار چی بود دوربین حساب کرده بود برای همین شما ندیدید ولی ما اینا رو درست کردیم. اینا رو به هر دونه میذاریم اینجوری. از قارچ من خیلی بدم میاد من یه تیکشو نمیذارم. واکنش این یه تیکه. یه کاری کن اینوری میومدی که اینجا خالی باشه دیگه بلش کن دیگه. الان ما دیگه این کارا رو چیکار کردیم؟ تو با من چیکار کردی؟ لج. من تو رو نمیبخشم. خب چیکار کنیم؟ سرش بس پنیر پیتزا بریز. پنیر پیتزا. خب بچه‌ها پنیر پیتزا رو برمی‌داریم به صورت مشت. آقا فیلم مدار خوشت اومده؟ از شدت بانمک بودن داره. آقا فیلم مدار چه خسیس بازی دمی میذاره بریزی. یخه میشه رنده کنم میذاره رو یخه رنده گم شد. چقدر مگه یخه است؟ یخه خیلی یخه. بهداشت رو برم. ببین اینم همونجایی می‌نازیم داخلش. بزن یه ذره بزن. نمی تحمل کن. تموم شد دیگه تموم شد. خب حالا با همین دستت نکن دیگه خود. خب من نمیخورم شما بخورید. این دست هم ظالمه. خب بگو سویس درست کنیم؟ نه سوسیس بذار سر جاش با دست این ورا پخش کن. خب بریم برای کار فکر کنم آخر. آره آقا فیلمبردار بعد این قارچ هم مونده. حالا قارچ شاید نداری. خب اینه الان حلقه با بریزم روش. آره چون اونطوری خودمون میبینی خب. اوه پس همینجا خورد کنم بعدش بریزم اونجا دیگه. آره دیگه. خب از خورد کردن از سوسیس. خب آقای فیلمبردار شیطنت نکن آقای فیلمبردار. بس آقای فیلمبردار فقط حس میکنم قشنگ بذار قشنگ بذار بزرگه. قشنگ بذار قشنگ بذار. دارم من قشنگ چقدر بهش گفتم این قشنگ بذار دست من چاقو زدی. به چاقو تومت زدم دیگه. بده به من. اینه دیگه آقای فیلمبردار. خب بیار. خب اینم از این اون یکی. اینو نصفشو درست کن. چرا؟ نگاه کن. اشکال نداره من جا میدم آقای فیلمبردار. خب بچه‌ها کانال رو ساب کنید. این 3 بار کانال رو ساب کن. من نمیدونم اصلا ویو هم به سابام نمیخوره. آقا ساب کنید دیگه بره ساب کنید لایک کنید بذار داشون نظر بیاد بالا ویدیوهای بهتری واسه درست کنید.
خب این اینجا میذاریم. این خیلی ولی خوب شد به بزرگیه. خب نگاه کن اینو فهمیدم چیکار کنم. نس بکنم وسطش بذارم. نه نمیخواد اون همطوری بذار. نه اونو بدن امشب سوی تخم بخور. واسه خیلی سوزیش مارکش بله نه فکر کنم 40%. دوستان مگس مشاهده میکنید بهداشت خط قرمز مگس چرا هست داره. خب بچه ها این هم از پیتزا. بریم واسه درست کردن داخل فرش. 1 2 3. بچه ها نسته. خب بچه ها بریم واسه گذاشتن داخل فرش. اینو به صورت عمودی نه این عمودی یا افقی نمیدونم. خب اینو بذار رو اون سینه دیگه. رو این دیگه بذار این درست شد. خب دره ببند. خب. دره ببند. خب بچه ها صدا تراکتور رفته تا 20 دقیقه دیگه. ای وای خب بچه ها پیتزا رو درست کردیم. وای نمیدونی چه بویی میده. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه اگه میخواید پارت 2 ویدیو رو بگیریم قشنگ تو کامنت ها بگید و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو آل بزنید که ویدیو چه واسطه میاد و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.